بریم سراغ استقلال. چند تا خبر راجع به استقلال بگیم. تغییراتی در هیئت مدیره باشگاه استقلال اتفاق افتاده. آقای مشتاق فریدونی جایگزین آقای علیرضا اسدی شدن. آقای اسدی اگه خاطرتون باشه یه وایسی ازشون اومد بیرون، جنجالی هم شد در مورد اندونگ و شرایط مختلف استقلال داشتن صحبت میکردن، از هیئت مدیره اومدن بیرون و آقای فریدونی جایگزین ایشون شدن. الان آقای تاجرنی، خانم شجاعی، آقای بابایی، آقای نظر جویباری و آقای فریدونی در هیئت مدیره استقلال حضور دارن. گفته میشه که آقای فریدونی بیشتر اومدن که حالا یه مسائل اقتصادی باشگاه رو حل بکنن و یک ساختار مالی و اقتصادی استقلال رو بتونن که تقویت بکنن. دو تا مورد دیگه هم در مورد استقلال وجود داره که هلدینگ خلیج فارس اعلام کرد که یک کشتی به نام استقلال درست کردن، یعنی هستن یک کشتی هست به نام استقلال که حالا فرآوردهای نفتی رو جابجا خواهد کرد. از طرفی هم آقای سیدورف وارد ایران خواهند شد و حالا یک جلسه‌ای رو با اعضای هیئت مدیره و مدیران استقلال برگزار میکنن. به صورت رسمی این همکاری آغاز خواهد شد. ببینیم که آقای سیدورف چیکار میکنن، یعنی مربی الان قرار معرفی بکنن، بازیکن قرار معرفی کنن. این به هر حال همچنان برای همه سواله که آقای سیدورف شناختی دارن از فوتبال ما، الان بازیکن‌ها رو میشناسن، مربی چه کسی خواهد بود. به هر حال استقلالیان تو فصل نقل و انتقالات هم هست، خیلی‌ها منتظر بودن که تکلیف جام حذفی مشخص بشه بعد وارد نقل و انتقالات بشن. الان جام حذفی هم عبور کردیم ولی خب همچنان استقلال بلا تکلیف دیگه، یعنی نمیدونن که چه کسی سرمربیه. آقای جباری ادامه میدن یا نه مربی خارجی میاد، اون مربی خارجی چه کسی خواهد بود، تکلیف بازیکن‌ها به کجا میرسه. این سوالاتی که در مورد استقلال و آینده این تیم وجود داره.